سلام تماشابینان عزیز، هواداران صحیفه فیسبوکی و یوتیوبی، همکاران پیشگیری سیل. اینک باز صحبت نوبتی ما در اطراف بیماری سیل است و این نوبت ما برای صحبت یکی از جوانان هوشمند، یکی از جوانان بسیار با استعداد، شخصی اصیل شفا یافته سیاوش گردلیف را دعوت کردیم تا قصه شفایابیش را برای ما و شما گفته باشد. سیاوش جان خوش آمدی به دفتر کاری همکاران پیشگیری سیل در تاجیکستان. سلام برای دعوتتون. اومدیم که درباره بیماری چقدر از بیماری سیل شفا یافتم و شما کمی هم باشد معلومات دهم. شما میگویید که قصه شفایابی شما، تاریخ بیماری شما از کی شروع شد؟ وقتی که من همین بیماری شده بودم بسیار فوتبال میکردم. آب خنک رو میخوردم در تنهای گرم. آب خنک رو میخوردم. بعدی که همین در ماه دکبر بود، وقتی که همین دکبری سال گذشته بله. سرم درد میکرد، بسیار سرم درد میکرد. بعد درس میرفتم سرم درد میکرد، دیگر نمیخوندم درس. میرفتم. بعد من در مکتب اینترنت میخوندم، نویه فرخوردم میخوندم. اونجا میرفتم، اونجا خوب میکردم. بعد ماه ینور بعد دکتر رفتم، مرا گفتن که تشخیص رنگینی کنید. تشخیص رنگینی کردم که مرا گفتن که با بیماری سیل گرفتار هستیم. 6 ینور من با قید گرفته شدم در نویه فرخور. دورون نویسوندن 20 روز در بیمارخانه پبیده خوب کردم. بعد 20 روز باز با همون خانه بچگان نویه فرخور رفتم. اونجا هم دورهایم رو خوردم و هم با درس میرفتم. وقتی که همین دورها رو به سر وقت میخوردم، تست با دکترها با تلفن داده بودن، من با برنامه ونیمپک با دکترها تماس میگرفتم، با اونها گپ میزدم و درباره خودم معلومات میدادم که من دورو خورده ایستادم یا اینکه با درس رفته ایستادم. همین خیلی چند قای 6 ماه میشود که من دورو میخورم و شفا یافتم. این 2 ماه دیگر من از توبت بیرون برآمدم. بهترین. عین حال چگونه است؟ عین حال خود را عین حال سالم حس میکنه؟ بله عین حال نه؟ بله عین حال من خودم رو سالم حس میکنم. دیگه یگم درد در نظرم در سردرد، شکم درد یا اینکه یگم درد دیگر در من دیده نمیشود. خودم یعنی فکر میکنم از نشانه های بیماری سیل سولفا اینا هم بودن؟ تب سولفا نه دیگه بعد همین 6 ماه نه دیگه تماما دیده نمیشود. یعنی که پیش از تبابت بودن؟ بله اونها بودن. خواب نمیکردم، فقط سولفا خواب میبرد با سولفا. بسیار. در دوره تبابت چه مشکلی داشتید؟ مشکل نداشتم. همین بیمارخانه قریب بود، نزدیک بود به ما. میرفتم دورویم رو گرفته باز میومدم. دیگه مشکلی نداشتم. در خوردن غذا و یا اشتها چگونه بود؟ اشتهایم همین کمتر سوس بود. بعد همین 1-2 ماه پس اشتهام بود سوس شد. دیگر بعد سوس شد دیگر اشتهام سوس دیگر میخوردم و دورو رو میخوردم. مناسبت اطرافیان دوستان کنارگیری نمیکردن از شما؟ دوری نمیشستن؟ هم با قطعه بازی میکردم، فوتبال نمیکردم. ممکن نبود من میگفتم بیا فوتبال کن. فوتبال نمیکردم و بعد همین با اونها همین دروازه‌بان میشدی؟ دروازه‌بان بودم. بعد 10-5 دقیقه پس بازی میکردم، از بازی میبرامدم. برای ممکن نبود. با ما یک از گفت که سیاوش در وقتی تبابت یک کسب نو، یک استعداد نو در خودش کشف کرده است و ریپر شده است. گفت شاعر شده است. گفت همین گپ راست باشه؟ بله همین از خورده چی داشتم؟ ذوق داشتم. من میخواستم اکتور شوم. از حساب نبودن شرایط من رایگان سپریدم که داخل نشیدم. بعد داخل نشیدم دیگر نخوندم. دیگر یکمجا نخوندم. کم کم وزی ریپ میخونم. بهترین. البته فراموش نکنیم در آخر برنامه من از سیاوش حتما خواهش میکنم که برای ما یک ریپ خونده باشد. راستی بار در حیات هم نشده است که به طور زنده یک ریپر برای من ریپ خونده باشد. این شانس رو باید از دست ندهیم. و
من امیدوار هستم که تو به نیتت میرسی. از تو امیدوار هستم که یک هنرپیشه خوب، یک اکتیور خوب هم میباید، برای آنکه چهره زیبا داره، قامت رسا، این لفظ خوب و استعداد خوبت. البته این راه رپ هم یک راه هنر است، یکی از راه‌های هنر است و البته بسیاری از هنرپیشه‌های معروف هم به همین راه آوازخوانی و راه نوازندگی و اینها به هنر راه یافتن. من امیدوار هستم که به این آرزوات میرسی و این بار موفق میشوی. و دیگر سوال هم این بود که در خدمت رسانی طبی چی بود؟ مشکل نبود؟ نه تمام. یکان در دسترسی طبابت گونه؟ نه من مشکلی نداشتم، برای که همون دکترهایی که در بنیسا کار میکردن همسایه همون بودن. اونجا با من قریب بودن، با خونمون می اومدن میشیشتن، قدیم با من هم صحبت میکردن. ولی داروخوری چقدر است، سلامتی چقدر است؟ گفتم صحبت یکون مشکلی نداشتم. بهتره. تو گفته گذاشتی که از برنامه موبیلی و ایمپکت استفاده بردی. خب کمتر درباره همین طرز استفاده آن، معاشرت در آن با دیگر شخصان بیمار، با طبیبان، کمتر یک معلومات میداده، برای آنکه ما چندین بار است که با تماشابینانمون درباره این برنامه میگوییم و میخواستیم که از زبان خودت باز تماشابینان ما کمی هم باشه معلومات گیرن. بله، برنامه ونیپک با آدمای بیمار هم صحبت میشوی، زیغ نمیشوی. وقتی که زیغ میشوی اونجا میدروی با آدم ها کمتر صحبت میکنی، با خیلی خرسند میشوی که من توبت یافته ایستادم یا دارو خورده ایستادم یا دیروز به بیمارخانه رفتم. همین خیلی هم صحبت میشوی، با دکترهای خودمون گپ میزنیم. برنامه موبیلی ونیمپکت واسطه رقمی است که احتیاجات آدمان را در مرکز مبارزه با سیل قرار می‌دهد. برنامه مذکور طبق احتیاجات شخصانی از سیل آسیب دیده ساخته شده است. برنامه شخصانی نیازمند را با معلومات ضد سیلی، راه‌های پیوست‌شوی با همدردان، مرکزهای ضد سیلی ویروسی نورسایی مسئولیت آدم و راه‌های گزارش مشکلات تامین می‌نماید. برنامه موبیلی به شما همه معلومات ضروری را پیشنهاد می‌نماید. برنامه موبیلی به شما برای دسترسی به نزدیکترین مرکزهای ضد سیلی و معلومات درباره خدمت رسانی‌های ضد سیلی کمک می‌رساند. برنامه موبیلی شما را با دیگر شخصان گرفتار سیل و گروه دستگیری بیماران پیوست می‌کند. اگر شما برای دسترسی به خدمت رسانی‌های ضد سیلی به مشکلات دچار شوید، می‌توانید با استفاده برنامه موبیلی مذکور به متخصصان مراجعه نمایید. تلفنشون خوبن، نکه کمتر همین سرعت اینترنتش سسته، دیر می‌رود، دیر می‌آید، همین خیلی اینترنتش سست است. وابسته به اون که در منطقه، بعضی منطقه ها یعنی که موج همین شرکت ها سست است. برای دسترسی به معلوماتش از معلومات های ونیمپکت شما خوندید یکان چیز؟ بله، با من گفته بودن که بیماری، وقتی که با من دکترها گفتن بیماری استیل شده، من ریسک همین چخیل بگیم باور نکردم. بله باور نکردم، گفتم نه من این خیلی بیمار نیستم، بیارین با من تو بیارین من بازی میکنم. من گفتم من این خیلی بیمار نیستم. خیلی بعد همین قدر رفتیم پای شربونو، دکترم با من این خیلی دیلبرداری کرد، گفت سوز میشوی این خیلی او خیلی تلفنم دادن، بوشم با تلفن شیر. بعد همین با اینترنت خیلیشم با اینترنت دیگر دیو دانه زد که کسلم چخیلم دارو رو خوردم و دیگر همین خیلی رفته با من اینا سیاه شدم. وقتی که کسل شدم 57 کیلو بودم، این حال 68 کیلویم. بهترین نشانات خوب است. البته یکی از دلیل‌های عامل‌های شفایابی، یکی از نشانداد شفایابی شخص در هنگام بیماری سیل این دوباره وزن گرفتن، دوباره یعنی که به حالت پیشتره خود برگشتن. یعنی منظورم فربهشوی نیست، لیکن همون وزنی که از دست دادید همون را دوباره برقرار کردن. همینگونه یکی از نشاندادها، یکی از نشانه‌های این است که طبابت شما با موفقیت رفته ایستاده است و شما به صحت یابی کامل نزدیک شده ایستادید. و سیاوش جان میگفتی که در بین همون کاربران ونیمپکت شاید یکان دوست شناس پیدا کردی؟
ولی من بسیار دوست دارم که بیرون از برنامه با اونها در تماس باشی و نه بیرون برنامه با اونها در تماس نیستم و نه که فقط در درون اون برنامه من در اومدم یکم تاش هست با اونها هم صحبت میکردم دیگر بیرون از برنامه نه بیرون از برنامه نمیکردم از یکدیگر سوال و جواب میکنید مثلا تو دوره بله من برای خدمت میگفتم بعد میگفتن که 2 درجه نترس تو رو نمیبرم به خدمت درباره همین خدمت بسیار با سوال میدادم بسیار با کی تولید سوال میدادم اون جواب میدادم من بسیار خوب بسیار خوب و تو چی توصیه میدی به شخصایی که الحال من تو را میبینن و در حالت تبابت قرار دارن مثل ما و تو مثلا توصیه من به همین شخصان بیمار که اونها همین سر وقت دارو رو بخورن وقتی که من بیمار بودم باور نداشتم که من سوز میشم وقتی همین دارو رو خوردم آهسته آهسته در خودم سلامتی دیدم فوتبال باز کمتر بازی کردم دیگه با من میگفتن کار جسمانی نکن که یکی نفست میگیرد یکی این خیلی با من اهمیت نمیدونم من دارو رو میخوردم همین دارو رو بخوری شکم سیر پیتنی سوز باشه بعد همین دارو رو بخوری دیگر یگان جای گرم داره که این هولوزی فصل همین اوج همین بیمار است باید در جای گرم باشی نه لباسای گرم باشی دارو رو خوردی دیگر باید همین آدما کار نکنن در خنکی کار نکنن فقط چیزای گرم خورن مخصوصا همین آبهای خنک نخورن که من همین آب خنک خوردم و سوال دیگر هم این بود که به فکری تو انا خدا چه که میگی همه شرایط هست برای تبابت بیماری سیر برای پیشگیریش هم هست به فکرش تو باز چی سبب میشود که آدم باز به این بیماری گرفتار میشه همه شرایط هست من همه شرایط داشتم نه که فوتبال کم چون میدونستم که کمتر میشه فوتبال کم تمام گرم آبی خنکم میزدم فوتبال کم تمام گرم آبی خنکم میزدم اوستا با همین راه آوردم اهمیت ندادم خیلی بله بی‌پروایی نسبت سلامتی بله همین میشیدم یک لیچن میگفتم سول میشتم با فوتبال لیچن میگفتم سول میشتم با فوتبال اخیر در خیریت اومدم سر وقت با همین بانیسا برای تری گفتم نه که یکم بار گفتم من باور نکردم گفتم نه من خیلی نیستم گفتم بعد توبه نگرفتم خیره نسول شدم هیچ خود ممکن دیگر کار بشید اگر توبه نمیکنم حاضر بعد شفای کامل از بیماری سیل نیت برگشتن به نزد تو باید داری چه خیلی از فوتبال نه توبه کردیم نکی گفتم دیگه نه همین میگفتم من بیا بازی کنم یا 5 دقیقه با ورقه میسودم اما دیگه فوتبال توبه کردم آب خنک چی آب خنک عموما در گرمی سخته حساب شما آب خنک نمیخورم بله میگن مرغزیده از تسمه علام میترسد واقعا وقتی انسان به سبب یک چیز گرفتار این گونه درد میشود حتما برایش درس می شود که از نسبت سلامتی خود به طرف نباشد نسبت سلامتی خود احتیاطکار باشد برای چون که احتیاط گفتن نیمی حیات و در دوره پاندمی کووید 19 چی که اونا بود نمی ترسیدی؟ نه با من میگفتن که نه برای که تو باز این بیماری یکی باز این بیماری کووید میگذرد من نمیبرم آدم که خاص خونه من دامو با همی در برنامه ونیپیک با همی بچه‌ها صحبت میکردم با دکتر صحبت میکردم در مو خونه میشیدم وقتی دوروهم تمام میشه با من قریب است من در رای مرکزی فرخور زندگی میکنم با من قریب است همی میرم دوروهم رو میگیرم باز میبویم بهتره دست ما نمیبرم آدم که بهتره و میدونی چی سیاوش در این آخری برنامه دوستان عزیز بیاید از رپر فوتبالیستمون خواهش کنید که برای ما یک قطعه از رپی که خودش ایجاد کرده است خونده باشد محمد سیاوش برای مادر میگم یک کم تره
сину соли модар рафтай дар пӯ намондай қувват, узори меҳрубонӣ фарзандай напартош брат. Даи вақт бояд ту аъзои даст бошӣ, бача арӯс нагӯ партораи каҷа. Ӯ наметона хиста, бояд ту бардориша, ту табиб бошӣ ба дардиш, на ин ки партоиша. Модар маиб касалияй уже ҷугада, а ту кайфу сафо маишат мегарди када. Ту имрӯз кайф мегӯй, модар фарзанд интизорай, ту арӯста асал мегӯй, модар фарзанд интизорай. بهترین واقعا خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود و من دعا میکنم، امیدوار هستم که هنری تو در دلت نماند، هنری تو جهان گیرد، هنری تو به گوش هر یک شنونده، به دل هر یک مخلصت رفته رسد و هم در این کار و هم در آرزوی رسیدن به اون کسب هنر پیشگی موفق شوی. برای تو شفای کامل آرزو میکنم. آرزو میکنیم که باز قابلیت های زیاده را به دست آری، باز زندگی به درد و خوشی داشته باشی. تشکر زیاد یک بار دیگر با اینکه هم صحبتی ما شده. دوستان عزیز، این بود صحبت نوبتی ما در اطراف بیماری سیل با یک جوان صاحب استعداد، شخصی از سیل شفا یافته، سیاوش گردلیف. و چنانچه دیدید بیماری سیل نه تنها جهت‌های منفی مثبت هم دارد که در انسان‌ها کشف استعداد میکند، کشف هنر میکند، به انسان‌ها امید میبخشد، آرزو میبخشد و راه میکشد به سوی قله‌های بلند، به سوی جاده‌های کلان. و امیدوار هستیم که تمام بیماران سیل هر چیز زودتر به دردهای خود شفا یابند و روزگار خوشی داشته باشند. تا صحبت‌های دیگر، خدا نگهبانی هر یک شما. خیر.